چون براید شمس انشق القمر. قمر خورشیدم نور دم، قمر 14 بھی یک مقدار نور دم، بله قمر به گفته اقبالیان قمر ماه گوشه و به گفته دانشمندان و به گفته محققان تحقیق واقعیت که زمان قدیم کشف بود شنگ مروشش کشف کرده. ماه نور پندگی، ماه نور چیه؟ اشکای پندی چه خورشیدی پندی. طوری که چه مثل آدین که در روشنی کبھی پد ماشما آدین به ساحگی دور دیں. این آدین که اشوات اگر نور بودتے تو سر ساحگ بھی آرتے ہم نور حاصل اشوات نوری نہیں انعکاس کن. این ماه نور خورشید از خورشید پندگی و چیزی چیزی نه که مردم برن کسب و کار کنه در ماه روشنی. تدریجا ضعیف بھی، اول ضعیف ہیں، کم و پر نور ہیں، اما خورشید نه، خورشید مستقیم قوی ہے. اگر ما شما وقت نور مستقیم سے پروردگار بگیرن قوی ہے. سایه خواب آرد تو را همچون سمر. سمر چی شد؟ قصه کهانی بعد از شام برای خفتن خواب آوری سرگرمی. چون براید شمس انشق القمر، وقتی که شمس بیاید دیگه ستاره هم بازدکو ما پوچ دیو نکنه، بله ما هم ریزه ریزه بی کسی نگنده کجا را. ای چوهه عارفان وقتی که بیاین هنچ نور دین که دیگه این مطالعاتی و این کتابی تشکیلاشم دی مارم برد زره. سایه خواب آرد تو را همچون سمر، چون براید شمس انشق القمر. انشق القمر تو قرآنه. شق قمر پتہ ہما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم شق قمر کو معجزہ شق قمر سے مرو چاہم مثلا تو مثلا فرائے ما شق قمر کنے معجزہ کنے ہنچ کنے نبی ان گنے. چون غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی کش امس نیست. غریب تنها مسافران غریب گوشن فارسیان مسافر همیشه در سفر هما خورشید در سفر و سفر خیلی پا میدان پخیزه و تانکائیں در دنیا چوشین غریب مسافر و تنها یک دانه هجنی به قدرت شی به ما هم یک به قدرت شی نه. خود غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی کش امس نیست. اما شمس جان باقی ای که اش یعنی او را امس نیست پردای. ای روچ خورشید ظاهریه ایشیه فردای ها دیروز فردا بس فردا باند فد روچیه یعنی یک وقت رو گاروی پد دیه ظاهری بی. اما شمس جان روحانیت معنویت شمس تبریز بی چه اللہ بی آئیے باندنی آئیے باندہ نداری. علیکم السلام. خود غریبی در جهان چون شمس نیست، یعنی شمسی که دنیای روشنی دم ایشی ها امسی ها بانداتی ها بچیشی پاک دنیای بدن در یک آن و لحظه نتوان پاک دنیا روشنی بدن. تکه تکه دن یک 5 ساعت سوران دن، 12 ساعت امریکا دن، 13 ساعت 12 ساعت ژاپن دن، هنچ مردم بهر کنان دن. بل شمس جان که الله ہیں یا شمس تبریز ہیں کہ باز اللہ بنائی فیض رسینی به مردمان آیا باندہ کو کوشی نے دے مثال 5 ماه قبل نداری، زمان نداری.
तुम्हारा ये पक्का बस है बस